این نرم افزار در موقعیت شما قابل دسترس نیست و شما اجازه نداری اینو استفاده کنید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اولین باری که شما وارد فروشگاهتون شدین بدون فیلتر شکن وارد شدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فیلتر شکن روشن نکردین و آی پی شما رو تشخیص دادین. پس این که شما بخواید با یه فیلتر شکنی که حالا چه رایگان باشه چه پولی باشه بیاین این مشکل رو حل کنین، نمیشه. روشی که من میخوام بگم دو تا روشه که توی همه موبایل ها جواب میده، چه جدید چه قدیمی، و یه وعی هم داره اون آخرش که اگه اینجوری بشه اون کارم انجام بدین حتما انجام میشه روی گوشی‌هایی که جدید هستن. پس این ویدیو رو تا آخر حتما تماشا کن که قشنگ متوجه توضیحات من بشی عزیزم. اوکی؟ یه دونه فیلتر شکن قبلش فقط دانلود بکنین که مثلا حالا ریژنش بتونه ریژنتون رو عوض بکنه یا آی پی داشته باشه که مال ایران نباشه و فیک هم نباشه. فیلتر شکنی که مال من هست رو میبینین میتونین اینو نصب کنین، یا میتونین یه فیلتر شکنی که خودتون مد نظرتونه برید تهیه کنین، بخرید ویتوره یا هر چیزی. من خودم فیلتر شکن نمیفروشم، الانم قصد تبلیغ کردن ندارم و اینا همینطوری گفتم دلی اگه دوست داشتین برین استفاده کنین که مشکلتون حل شه. اوکی؟ پس این بدون اینکه بخواید هزینه کنین هم حل میشه. اینجوری نیست که حتما برین یه فیلتر شکنی رو بخرین. این جواب میده. اگه شما فیلتر شکن دیگه هم خواستید من میرم بازم دنبال میگردم برای اینکه ببینم اگه میتونم فیلتر شکن بهتری پیدا کنم و بیام به شما معرفی کنم. البته خب اینم جواب میده واقعا. اولین کاری که میکنید برای اینکه اون قسمت اون آی پی که شما وارد شدید رو اون تشخیص میده، پس اولین کاری که قراره انجام بدین اینه که بیاین و توقف رو بزنین، رو توقف برنامه بزنین. چرا؟ به خاطر اینکه توقف اجباری رو اگر شما نزنید یا همون فورس استاپ این انگلیسیشه همونه، اگه شما روی این گزینه نزنید این اتفاق میفته که آی پی شما میشناسه و فایده ای نداره. بعدش شما میاید و پاک کردن دیتا همون دادتون رو میزنید. وقتی این کار رو انجام دادین و اینا پاک کردین، برای اینکه بتونین منطقه مکانیتون رو عوض بکنین شما باید چیکار کنین؟ میرین داخل تنظیماتتون تو قسمت سرچ میکنید منطقه مکانی و من اگه انگلیسی باشه انگلیسیشو سرچ میکنید، اگه نمیتونید برید داخل گوگل سرچ کنید انگلیسیشو براتون میاره و شما این کار رو انجام میدین و سرچ میکنید. بعد از اینکه شما سرچ کردین منطقه مکانیتون رو تغییر میدین و میذارین رو منطقه مکانی تغییر میدین. وقتی تغییر دادین بذارین روی کشورهای دیگه، مثلا یه کشوری که تحریم نیستش. وقتی گذاشتین روی کشور دیگه چیکار میکنین؟ بعد از اونجا میاد بیرون، فیلتر شکنتون که روشنه. وقتی این اتفاق بیفته گوشیتون رو خاموش روشن میکنید مثلا و نرم افزارهایی که شاید بهتون اضافه بشه به خاطر اون موقعیت مکانی که عوض کردین شاید هم نشه. بعدش میاید و وارد فروشگاهتون میشید، همون پلی استور. بعد که وارد شدین اونجا میرید انگلیسی سرچ میکنید، برنامه‌ای که میخواید رو دانلود میکنید. اگه انگلیسی سرچ کردید نیاورد میرید توی گوگلتون سرچ میکنید اسمش انگلیسی، وارد فروشگاه میشید و دانلود میکنید. پس این تا اینجا. اگر شما این کارا رو کردین و تو قسمت منطقه مکانی مشکل خوردین، یعنی چی؟ یعنی به شما گفت که نذاش اصلا منطقه مکانی عوض کنید. توی یه سری از گوشی‌ها این اتفاق میفته. منم توی گوشی که جدید خریدم این اتفاق افتاد. بعد اینجا چیکار بکنین؟ شما باید برید گوشی پدر، مادر یا یه گوشی دیگه که در دسترستون هست اون رو بگیرید و توی اون این روشی که من گفتم انجام بدین با دقت. بعد دانلود که کردین اون فایلی که دارین رو برین به صورت فایل برای اون گوشی دیگه‌تون توی اکانت هر جای دیگه ارسال کنین، اونجا دانلود کنین و اون نرم افزار رو نصب کنین. حالا نرم افزار هر چی که هست. امیدوارم لذت برده باشین. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.